خانم ها آقایان، درود بر شما. اجازه بفرمایید در نخست از برگزار کنندگان این مجلس وزیر قلباً سپاسگزاری کنم. سخنرانی که من چکیده‌اش خدمت شما عرض می‌کنم عنوانش جایگاه دیگری در انسانشناسی مولاناست. به گمان من اندیشه مولانا در واقع منشور کثیرالوجوه است که در آن رنگ‌های متنوعی از دانش و زندگی و مشاهده می‌رسد. افزون بر آن رژیم پارادوکسیکال زبانی و سمبولیک و همچنان مهارت موسیقایی در کلام مولانا اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز است. توانایی هایی که در واقع در راستای ترویج آشتی جهانی و کار گرفته شده است و نگاهش را با دیگری آدرنس برجسته ساخته است. از همین رو میتون مطرح کرد که مولانا در انسانشناسی خودش نسبت هستی من با دیگری را و گونه‌ای با مطرح کرده است که در قانون اندیشه های ایشان قرار گرفته است. از لطف تو چون جان شدم و از خویشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شدم در هستی پنهان من. از همین رو انسان را از شگفتی های آفرینش و شمار می‌آورد. پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنا عالم اکبر تویی. و همین دلیل میتوان مدعی شد که اگر بحث دیگری در میان عارفان جنبه اخلاقی داشته است، اما از منظر مولانا بعد هستیگرایانه دارد. سویگی مدرنیت و این باورند که نظام کانتی از عدم التفات و جایگاه قانونی بیناسوژه‌ای ناشی گردیده و التفات برای دیگری را در حاشیه قرار داده است. دشواری که اندیشمندان را واداشته است تنگناهای مدرنیت کانتی را تحلیل کنند و راه حل‌های برای برون رفت را جستجو نمایند. چنانچه لویناس فیلسوف اخلاق‌گرای فرانسوی یادآور شده است. در پروژه کانت مسئله دیگری مخفول واقع شده است و گونه‌ای که در بنیادین ترین ساحت زندگی یعنی اخلاق جای برای دیگری نیست. اندیشمندان دیگری نیز مانند مارتین بوبر، گابریل مارسل، مارتین هایدگر، میخائیل باختین و اندیشمندان زیاد مخصوصا در حوزه پست مدرن مدعی شدند که پروژه مدرنیت شکست خورده است. از همین رو آنها در جستجوی برون رفت از بحران مدرنیت در ابعاد اخلاقی و جهانبینی هستند. برون رفت از بحران تک ساحتی شدن انسان. بنابراین پیام‌های از جنس پیام مولانا برایشان خوشایند است و گونه‌ای که میتوان مدعی شد تعدادی از اندیشمندان غربی آرمان‌های خود را در اندیشه مولانا جستجو می‌کنند. هانس ماینکه شاعر آلمانی مطرح می‌کند تنها امید برای دوره تاریکی یک کنونی اندیشه های مولانا است.
نیکلسون او را بزرگترین شاعر عارف همه زمانه ها مطرح می‌کند. کارل مارکس یادآور شده است که مولانا آمریکا را فتح کرده است. فریدریش ترکل مطرح می‌کند که محبوبیت مولانا در ایالات متحده آمریکا مسئله گرسنگی عظیم معنوی ماست. از همین رو پرسش ما مبنی بر این که پیام مولانا در دوران کنونی نیز کارآمد است پاسخ مثبت پیدا می‌کند. این معنا که جایگاه دیگری در انسانشناسی او در موقعیت برجسته قرار دارد و میتواند پاسخگوی بحران معنوی و معرفتی دوران ما باشد. دورانی که سخت نیازمند شکلگیری رابطه دیالکتیکی من و دیگری در چارچوب مفاهیم میان ذهنی و میان فرهنگی است. وضعیتی که در آن دیسکورس شکل میگیرد، جان میگیرد و پارادایم فراتر از سوژه نقش اصلی پیدا میکند. وضعیتی که انسانشناسی با مولانا با آن سازگار است و ما را وامی دارد در این رابطه بیشتر بیندیشیم و نظریه پردازی کنیم. از اشاره های بالا دریافته می شود که جهان امروز با وجود این که از دوران مولانا فاصله بسیار زیاده دارد، اما همچنان ما نیازمند ترویج انسانشناسی مولانا هستیم. عرفان مولانا افق معنوی گشوده به سوی همگان است و احترام به دیگری از شاخصه های اصلی آن به شمار می رود. معرفت او فراسوی مرزها و نگاهش فراتر از کیژها و طریقت هاست. او دارای منش دیگری پذیری است و اختلاف مؤمن و گبر و یهود را نیز برخواسته از پیشداوری آنها دانسته است. و همین جهت برای او تنقیح پیشداوری اهمیت اساسی دارد. و همین رو ایشان مطرح میکند که مذهب من مذهب عشق است. ما مذهب چشم شوخ مستش داریم، پیش سر زلف بتپرستش داریم. هرچند شکست یار دلها شکنند، ما هم دل و جان بهر شکستش داریم. و گمان مولانا جایگاه بخشیدن به دیگری حکایت از شناخت محدودیت مواضع خودی دارد که بر بنای آن دیگری به عنوان حامل نظرگاه مستقل و رسمیت شناخته می شود. او وقت از سر دلبران در حدیث دیگران سخن می گوید، دیگری را حتی داناتر از خودش معرفی می کند و هیچ نمی دانم که تو می دانی، چیزی که نشان می دهد یکسره با این سخن شمس سازگار است. سخن از برای غیر است و اگر از برای غیر نیست، سخن به چه کار است؟ خداوندگار بلخ افزون بر این که معتقد بود آدمی زادگان نمی توانند حقیقت مطلق را بشناسند، دیدگان ما را بر این واقعیت می گشاید که علم و ادراک آدمی از حقیقت فراتر از چنبره وجودی فهم او و بالجمله نیست. چیزی که فروتنی معرفت شناسانه را به دنبال دارد، مزیتی که 5 قرن بعد از مولانا در پیام لیسینگ، چهره مطرح روشنگری غرب عراق باستاب یافت. ناتان خردمند. فقط عرض میکنم که مولانا به عنوان یک انسان شناس بدین باور بود که انسان قابلیت
کشف ساحت روحانی عالم را داراست و اگر محوریتش در گستره آفرینش نادیده گرفته شود دیگر سخن برای گفتن باقی نمیماند. به همین جهت وی در رابطه با انسان از تعریف فلسفی انسان خردمند فراتر رفته و از آن به عنوان اصطرلاب حق یاد نموده است. موجودی که هم دید است و هم دیده. آدمی دید است و باقی گوشت و پوست، هر چی چشمش دیده است آن چیز اوست. به هر ترتیب در این سخن مولانا افزون بر این که از دید خود سخن به میان میآورد، دید او را نیز به رسمیت میشناسد. وضعیتی که در آن بینا ذهنیت جایگاه دارد و شکوفا شدن در فضای چند فرهنگی نیز مهم شمرده می‌شود. آخرین نتیجه که عرض می‌کنم خدمت شما، این مزیت‌های معرفتی و اجتماعی را در پی دارد و زمانه ما هم نیازمند جدی و این مفاهیم است. از همین رو میتوان مطرح کرد که مولانا در قلمرو انسانشناسی خودش برای دیگری جایگاه ویژه قائل است و برای انسان‌های معاصر و جوامع مدرن در این زمینه حرف‌های برای گفتن. ما ضمنی که منطق نیاز به مولانا را در اینجا خدمت شما بسیار جسته و گرفته عرض کردم، از همین تریبیون عرض میکنم که اگر از همینجا مطرح شود طی قطعنامه یا طی یادداشت یا طی مثلا درخواست از مجاری بین‌المللی که سال روز مولانا به عنوان روز جهانی احترام به دیگری به رسمیت شناخته شود و گرامی داشته شود. سپاسگزارم از همه شما که در این برنامه شرکت کردید. در حدود 38 سخنرانی اینجا بود و در حدود 700,000 نفر هم همراه ما بودن بدونی که ما اونا رو ببینیم و از اونا هم که شما رو دوست داشتن و از راه دور، از لس آنجلس و از آمریکا و از ازبکستان، از همه جا شما رو تماشا می‌کردن، ایران البته از همه بیشتر، و ما به اونها درود میفرستیم و از اونها به خاطر اینکه به ما توجه کردن سپاسگزاری میکنیم که البته به ما توجه هم اندازه نکردن، بیشتر به مولانا توجه داشتن، ولی خب ما تو این راه افتاده تو این بین بودیم. حالا تشکر میکنیم از همه شما که تشریف آوردید، قدم رنجه کردید، از راه دور اینجا آمدید، از 14 تا کشور در این سخنرانی ها بودن، شرکت کرده بودن. حالا ما باید از اینجا یک یادگاری هممون با هم ببریم و پیشنهادی که جناب دکتر حسین اشراق کردن این بود که روز تولد مولانا به عنوان روز جهانی احترام به دیگری گرامی داشته شود. البته روز تولد مولانا 30 سپتامبر هست 1207 و این روز در تاجیکستان اصلا روز مولانا هست. ما خواهشمون این است از نمایندگانی که در اینجا تشریف دارن که همون فقط نگوین که زادروز مولانا، همون روز رو ما بگوییم احترام به دیگری به مناسبت مولانا. اگر کسانی که حاضر هستند در این مجلس قبول دارن دستشون رو بالا کنن. کسی مخالف نیست؟ درست. پس ما از معاون رئیس جمهور تاجیکستان که اینجا تشریف دارن خواهش میکنیم که این مسئله رو خیلی جدی از طریق وزارت فرهنگ تاجیکستان ببینن که ما روز 30 سپتامبر رو در همه جا آزادانه بتوانیم بگوییم روز احترام به دیگری. خانم پیشنهادی دارید؟ نه، فقط جالبه چون که 30 سپتامبر ضمناً روز جهانی ترجمه است. بنابراین همه مترجمان مولانا 2 تا بزرگداشت خواهند داشت. بله خب دیگه او هم زبان همفهمیه دیگه، درسته؟ بله باید پهلوی اینجور خانم نشسته باشه که بفهمیم اونم بوده. خیلی خیلی متشکرم.